به نام خدا. با سلام خدمت همه عزیزان. غزلی از حافظ خواهیم خوند که در واقع ریشش در یک غزل از سعدیه. سعدی در یک از غزلهاش بیتی داره با این مضمون که در سراپای وجودت هنری نیست که نیست، عیبت آن است که بر بنده نمی بخشایی. حافظ از مصرع اولین به عنوان بیت اصلیش استفاده کرده، شاه بیت غزلش، و ردیف رو بر مبنای نیست که نیست مصرع اول ساخته که خیلی از این غزل استقبال کردند، از جمله صائب تبریزی، از جمله سحاب اصفهانی، از جمله حکیم سبزواری و خیلی های دیگه، ولی هیچ وقت این غزل نشده و این غزل یکی از شاهکارهای ادب فارسی در دیوان حافظ. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. ناظر روی تو صاحب نظرانند آری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب، خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست. تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی، سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست. تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند، با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست. من از این طالع شوریده به رنجم، ور نی بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست. از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش، غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست. مصلحت نیست که از برده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. شیر در بادیه عشق تو روباه شود، آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست. آب چشمم که بر او منت خاک در توست، زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست. از وجودم قدری نام و نشان هست که هست، ورنه از ضعف در آنجا اثری نیست که نیست. غیر از این نکته که حافظ تو ناخشنوده است، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. بیت آخر یک طنز بسیار عجیبی داره، یعنی آدم واقعا نمیدونه که این مدح معشوقه یا ذم معشوقه. این ظرافت کلامی حافظ رو میرسونه که از هر موقعیتی میتونه مفاهیم دوگانه و متناقض بگیره که شاید در هیچ شاعری به این ظرافت تا به امروز رخ نداده. بسیار ممنون از اینکه گوش کردین و سپاسگزارم.